سلام به رادیو پیک خوش اومدی. بله ما اینیم. فکر نکنید که من فقط یه نفرم ها. برا بچه رادیو پیک زیادن. فقط اینو اومدم که بدونید ما خیلیم. مخلص همگی، خوش اومدید. امشب با رادیو پیک باشید. بابا بیا دیگه، یه شب که 1000 شب نمیشه. یه شب 1000 شب نمیشه. نه فقط داغ بزرگان جلایی داره، کلبه ما فقرا هم صفایی داره. آخه عزیزم چی میشه؟ یه شب 1000 شب نمیشه. آخه عزیزم چی میشه؟ یه شب 1000 شب نمیشه. آقایی که شما باشین این هفته ما تلویزیون رو روشن کردیم. 1 گرد همایی مجاهدین، کانال 2 گرد همایی، روزنامه رو وا می‌کنیم گرد همایی، سخنگوی وزارت خارجه گرد همایی، معاون اول رئیس جمهور گرد همایی. بابا چه خبرتونه؟ یه گرد همایی اونور دنیا تو پاریس برگزار شده. آخه نظام مقتدر جمهوری اسلامی را چه میشود؟ گفته بودن که نیستن، که نابود شدن، که بعد اصلا اینا رو کسی نمیخواد. که حالا قسم حضرت عباستون رو قبول کنیم یا دوم خروستون رو؟ حالا که اینطور شد من دیگه از گرد همایی هیچی نمیگم. همین جیغ و ویغ شما خودش کل مطلبه. برو آهنگو واسه خودت ببینم چی داری برای ما رو کنی. با یکدیگر هم پیمانی ما از آزادی میخوانیم، در پیکاری مشهور انگیز با ضرباهنگی یکسانیم. بگذر از این مردابی ها، بال بکشا در آبی ها. باز ایران خواهد شد، پایان یابد بی‌تابی ها. آقا این چیه تو استودیو؟ چرخ باله. لوس نکن خودتو، هلیکوپتر دیگه. آقا خبرگزاری رسمی افق در افغانستان گزارش داده که یه هلیکوپتر نظامی ایرانی شنبه 10 تیر 2 مرتبه بین ساعت 12 تا 2 نصف شب در مناطق تحت تسلط طالبان در ولایت فراه فرود اومده. حالا میخوام ببینم این ماسمالای خوشبین کاسه به دست چطوری میخوان این 2 مرتبه رفت و برگشت هلیکوپتر سپاه وسط طالبان رو توجیه کنن. خب لابد طالبان واسه شام دعوت کرده بودن، اینا هم دیدن زشت نرن، راه هم دور بوده، گفتن با هلیکوپتر بریم. حالا درسته اینا تروریستن، ولی خب مهمان حبیب خداست و زشت آدم تو روی همسایه که خوب نیستش که اینجوری رو همسایه رو زمین بندازه. البته این نظریه جور در نمیاد، چون اگه فقط مهمونی شام بوده چرا هلیکوپتر 2 بار رفته اومده؟ پس حتما مهمونی شام نبوده. نکنه اسلحه و مهمات و اینا. نه بابا، اصلا سپاه و کمک به تروریست عمرن محاله. شایدم مقام عظما نصف شبی پای بساط بوده، تو انبار بیت رهبری جنس تموم شده، گفتن جنگی بپرین برین با هلیکوپتر جنس مزار بگیریم بیاین تا خمار نشه. ولی خب آخه 2 بار یه هلیکوپتر خرج 1 سال مقام عظماست. 2 بار چرا رفته آخه؟ نکنه اسلحه و مهمات نه بابا، اصلا سپاه و کمک به تروریست عمرن محاله. فهمیدم، برادرها داشتن تو پایگاه فوتبال بازی میکردن، یکی شوت کرده توپ رفته افتاده تو ولایت فراه افغانستان. ولی خب آخه مگه میشه توپ این همه بره، اونم 2 بار، هر بارم بیفته یه جا؟ نه اینم با حق جور در نمیاد. نکنه اسلحه و مهمات نه بابا، اصلا سپاه و کمک به تروریست عمرن محال. نه آقا، نه مثبت فکر کن اخوی. سپاه، مهمات، تروریست، زبونتون گاز بگیرید. جانم نوره دو چشمانم، نوره دو چشمانم، واده بده کی میشینه مانم. جانم نوره دو چشمانم، نوره دو چشمانم. پاسخگوی شماره 246 ناجواب بفرمایید. 246 تا پاسخگو؟ چقدر زیادین ماشاءالله. خدا قوت برادر. ببین سرکار، من دقیقا نمیدونم اون همکارتون پاسخگوی شماره چنده، ولی اونی رو میخوام که عکسشو تو تلگرام دیدم که گفته خودرو حریم شخصی نیست. با اون کار دارم جان. اون پاسخگو نیست، بی خود کرده پاسخگو نیست.
ببخشید الان فهمیدم اون سخنگوتونه ها. شما پاسخگویی؟ بله یعنی اون سخن میگه شما پاسخ میدی. چه جالب. پس شما الان پاسخگویی دیگه. آره والا من الان زدم کنار جاده. نه تصادف نکردم، پارک کردم. این سخنگوتون گفته که داخل خودرو حریم شخصی نیست، یعنی حریم عمومیه. والا گلاب بروتون این بچه ما رو صندلی عقب خرابکاری کرده، چون حریم شخصی نیست دیگه ما دست نزدیم، گفتیم به شما اطلاع بدیم. حالا که شما پاسخگویین دارین میاین ماسک هم بزنین. آره الو ای بابا چه وضعشه، چه وضع پاسخگوییه؟ چرا قطع کردی پاسخگو؟ الو خواهش میکنم به یک خبر علمی که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. دانشمندان استرالیایی برای اثبات اثرات خنده بر انسان خون بیمارانی که دچار افسردگی بودند را به 6 خوکچه هندی تزریق کردند. پس از 18 ساعت همه خوکچه ها مردند. عجب. بعد خون یک گروه از جوانان شاد را به 6 خوکچه دیگر تزریق کردند که در کمال تعجب آنها نیز پس از 18 ساعت مردند. عجب. دانشمندان باهوش ما تازه متوجه شدند که خون انسان به خوکچه ها نمیخوره، بنابراین در و پنجره های آزمایشگاه رو بستن و رفتن نهار. عجب. عجب حالی تو داری، عجب زندگی پر جارو جنجالی تو داری، عجب حالی تو داری، عجب زندگی پر جارو جنجالی تو داری. یکی از این تندروهای پرگازده فرمونکج جبهه افولگراها فروزنده گفته که همینطور که بر اصول خودمان پایدار میمانیم باید روش‌های خودمان را هم جدید کنیم. احسنت. آره بابا جدید کنین دیگه، این ورژنتون خیلی قدیمی شده دیگه، آپدیتش کنین پلیز. خیر سرتون سال 2017 است. آخه تو این دور زمونه دیگه کجای دنیا با باتوم مردم رو کتک میزنن ها؟ باتومو بذارین کنار، به جاش برین از این شوکر برقی‌ها بگیرین، هم قوی‌تره هم با کلاس‌تره. موتوراتون هم که هم قدیمیه هم فرسوده است، تا یه جا شلوغ میشه نیم ساعت فقط باید هندل بزنین تا روشن شه. بذارین کنار آقا، بذارین کنار، جدید بشین. برین از این موتور سنگینای 8 سیلندر جدید بگیرین که لااقل همزمان 4 تا ضد شورش بشه رو ترکش بشینن. این آپشن نماز جمعه هم آپدیت کنین، به جای یه روز بشه 3 روز. 4 روز هم جا داره ها. حیف مردم اینقدر دیر به دیر علماشونو ببینن. بزن آقا، بزن اون دکمه آپدیت رو خلاصمون کن. معاون شیخ حسن نوبخت گفته که آثار برجام در حال ظاهر شدن است. به به سلامتی. فقط بگید ببینیم این آثارش دقیقاً کجاها ظاهر شده حالا. والا ما که توفیری تو وضعیت معیشت مردم ندیدیم. اطلاعیه مهم به اسم تعالی بدین وسیله لیست آثار ظاهر شده برجام اعلام می‌گردد. 17 فقره کهیر بر منتهی علیه سمت راست صورت مقام عظما ظاهر شده. 1 عدد تبخال 100 روزه زیر سیبیل‌های حسن روحانی ظاهر شده. نوع شپش موسوم به شپش بیپولی در جیب برادران سپاهی ظاهر شده. 1 فقره جنازه بدون ریش در کنار قبر امام راحل ظاهر شده. خلاصه کلی چیز ظاهر شده. این قدم شما بی‌انصاف نباشین. آقا ببخشید این چیز منم ظاهر شده، عکسمو میگم ظاهر شد. ظاهر نشده؟ چرا نشده؟ عکس منم منتظر برجام تا ظاهر بشه. باش آقا باش. ای تویی زجه مزن سور بیاور بر دلی مرد دلا شور بیاور. ای تویی زجه مزن سور بیاور بر دلی مرد دلا شور بیاور. وا ویلا، شما نمیدونین این دلارای نفتی چه ها که نمیکنه با آدم.
فقط دلار خالیش همین جوریش بعضیا رو حالی به حولی میکنه دیگه. فکر کنه این دلاره تو نفت هم خورده باشه و گوشش نفتی شده باشه. وا ویلا، اصلا ژنتیک آدمو دچار تغییرات عقیده‌ای میکنه. میگن یه روزی مریدی خدمت مرحوم و مغفور مایکل جکسون رسید، یه بشکه دلار نفت ایران تقدیم ایشون کرد. از فرداش میگفت میخوام برم قم مرجع تقلید بشم. یعنی میخوام بگم اینجوریه این دلارای نفتیا، اون که دستش به دهنش میرسید اونجوری. حالا وای به حال این گداگشنه‌هایی که اسم خودشونو گذاشتن رسانه‌های فارسی زبان خارجی اما به جیم الف سرویس میدن. طوری که اخیراً حکومت آخوندی متوجه شده که برای گسترش تعداد خبرگزاری‌هاش لازم نیست که بره کلی خرج کنه تو خارج، ساختمون و تشکیلات و دم و دستگاه و این چیزا بخره. همین که چند تا بشکه نفت خام ببره بریزه کف استودیوهای این خبرنگارای مستقر در خارج از کشور کفایت میکنه. والا آمار گرفتیم امسال درصد مشارکت کنندگان انتصابات آخوندی در بین خبرنگاران این شبکه‌ها بیشتر از درصد مشارکت داخل کشور بوده. الان طوری شده که اگه تو برنامه‌های این شبکه‌ها بگی خامنه‌ای خالی توبیخت میکنن. حتی احتمال اخراجت هم هست. باز حتما بگی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای. یه چند تا بشکه دیگه ببرین بریزین اونجا، بلکه چند وقت دیگه این مالکشای برون مرزی نظامو با چفیه و چادر چاقچور ببینیم که مشغول گزارش زنده خطبه‌های نماز جمعه هستن. وا ویلا 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 ویلا. آقا این مطیعی بود میثم، همون که صبح اسمش بود میثم دماغو، زور رفت یه شعر واسه عظما خون تا شب شد دکتر حاج میثم مطیعی. اگه یادتون باشه این شعرش هم خیلی سر و صدا کرد، گفتن که اصلا می‌خواسته روحانی رو دراز کنه و این داستانا. حالا یکی از دوستان که تعریف از خود نباشه بچه خوبی هم هست، همراه با رفقاش یه کار قشنگی روی این روزه میثم کرده، حیف نیاریمش اینجا تو رادیو پیک. یعنی یه تسبیح حساب اساسی با این یارو کرده. باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت، جسم برجام تو روحش به فنا رفت که رفت، لنگ عظمای ولایت به هوا رفت که رفت، جسم ناقص چو امامش به فنا رفت که رفت. ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا، تکیه بر عهد عموسام خطا بود خطا، قرو قنبیل واسه باراک خطا بود خطا، بستن فردو و عراک خطا بود خطا. طبق روال همیشگی لاریجانی گفته، کدومشون؟ این دفعه محمد جوادشون گفته که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. خب بله دیگه نداریم دیگه. اگه دقت کرده باشین این جمله ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و هر سال یکی از مسئولان حکومت تکرار میکنه. اوایل احمدی نژاد میگفت، بعد شیخ حسن میگفت، دوباره هم ظریف گفت، حالا هم که نوبت لاریجانیه. این داخل پرانتز محمد جوادشون. این جمله دقیقاً سالی یه بار تکرار میشه تا جامعه جهانی و ما و بقیه مطمئن بشیم که نداریم دیگه. آقا نداریم، چه اصراریه؟ ما اصلا داخل کشور زندان داریم که زندانی سیاسی داشته باشیم؟ نه. واقعا شما تا حالا اصلا تو ایران زندان دیدین؟ اون ساختمونه که تو اوینه شبیه زندان هست زندان نیست. شما که خبر ندارین. جهت اطلاع باید عرض کنم اونجا تالار معاملات بورس و اوراق بهاداره. نخبه‌های اقتصادی حکومت من جمله آقایان بزه، میمره، خجیم، فکاف، سینلام و اینا و سایر بستگان اینا مشغول هدایت بشکه‌های نفت و شبکه ارز هستن. ولی خب چون دوست ندارن اسمشون مطرح بشه و گمنام و مخفیانه و اینا خدمتگزاری میکنن. شما فکر میکنید زندان اونجا. اون ساختمون هم که تو کهریزکه شبیه بازداشتگاه اطلاعات هست ولی واقعا بازداشتگاه نیست، مرکز ورزش و تفریح سالمه. جوونا رو میبرن اونجا صبح تا شب دراز نشست میرن. بازداشتگاه کجا بود آخه؟ ای شایعه میسازینا. زندان کجا بود آخه؟ ای پشت ولی فقیه مردم حرف در نیارین آقا. نداریم آقا، نداریم. لا 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 گل زیره بابا دستاش به زنجیره، میگه هرگز نگو دیره که هر روز تقدیره. خب رفقای رادیو پیک دیگه هم تموم شد. بهترین آرزوها رو براتون دارم. هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین و خلاص. اونقدر قلبم غبره که راز تو توش دفت، نفس حبس و ترس مونده
راحت است، پس تو تنهایت بذار رو دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من، تو تنهایت بذار رو دوش من، صدای تو لالایی میشه تو گوش من. تو شاهد شب و تب و تاب منی، تو شب نارفیقی تو مهتاب منی، تو شاهد شب و تب و تاب منی، تو شب نارفیقی